هموطنان عزیز، ما امروز با عیادت یک برادرم هموطنم تاجیک و بالنیسه سرکوای اومدیم. بالنیسه چیلمی شهر اکاترینبورگ. سلام علیکم. یک بار دیگه اشاره اگر چسبیده باشد دوستان عزیز، ما حضور داریم در بالنیسه سرکوای شهر اکاترینبورگ، بالنیسه چیلمی شهر اکاترینبورگ. خیلی که ما شما دیدیم برادر ما حاجی بابا کانال سانبوی تیوی اکاترینبورگ افیر کردن. این برادر ما کارتشون گذاشتن. همه از اجازت پرسیدیم در همین که از شرف ایوب جان اجازت پرسیدیم، مقصد شما که کردن خدا خواهد کارتشون میگذاریم انشاءالله. دوستانی که هموطنا و دوستا برادرها اگر قدر امکان اگر تونید یاردم کنید انشاءالله، اگر نتونید حقیقت از دعا کنید. بیمار رو عیادت کردن هم این سنتی پیغمبری است. دوستان عزیز، امروز ما با عیادت همین کس آمدیم. خیلی که گفتند برادران عزیز بیمار رو خبر گرفتن این سنت است. دوستان عزیز دعا کنید، کسانی میتونید انشاءالله. ما خدا خواهد کارتشان رو میگذاریم در نوار، سهم خود را گذارید انشاءالله. دوستان عزیز سلام علیکم. یک بار دیگه دوستان عزیز، برادران هموطنان، ما طلب آنیم که خداوند شفای کامل دهد این تقایبه. ما سهم خود را گذاشتیم انشاءالله، خدا قبول کند. و دوستان عزیز کسی میخواهد ما کارتشان رو میگذاریم انشاءالله در زیر نوار. و علیکم سلام برادران. دوستان عزیز خیلی که روایت آمده است که کسی که بیمار رو از شام خبر میگیرد 7000 فرشته ها دعاگوی او هستند تا سحر. دوستان عزیز ما در بالنیسه چیلم حضور داریم. خدا خواهد این کس را پگاه باید جواب دهند. من در بالنیسه سرکوای اکی جانبک یک برادر ما خدا خواهد پگاه باید جواب دهند. نیجنی تگیل بالنیسه نیجنی تگیل میروند انشاءالله. خدا خواهد ما کارتشون رو میگذاریم. این کس با اجازت پرسیدیم برای نوار گرفتن. در کانال سانبوی تیوی اکاترینبورگ نوارشون هست و در اومده تماشا کنید دوستان عزیز. خدا خواهد ما یک دیگه نواری کوتاه میکنیم، کارته تقایی میگذاریم در زیر نوار. از شرف ایوب جان این کس در شهر خوجان. خدا خواهد آنچه بهتر این که سلامتشون با طبابت گرفتن در کرد. بالنیسه دیگه جا میبرن. بالنیسه نیجنی تگیل حاضر اویلشون در تاجیکستان آمده ایستادن انشاءالله. نوار این آدم ما در کانال حاجی بابا سانبوی تیوی اکاترینبورگ دیدیم دوستان عزیز. کسانی که در نیجنی تگیل هستند بعد میتوانند به عیادت این کس روانه. با کسانی که خود در اکاترینبورگ
قدرت به توانایی دارند، مقصد میتوانند به نیژنی تگیل مقصد ماشین دارند، رفته میتوانند روند عیادت کنند. پگاه این کس را به نیژنی تگیل خداخواد میبرند. خیلی که دوستان عزیز روایت آمده است کسی که بیمار را شام خبر میگیرد یا سحر 7000 فرشته ها دعا میکنند تا سحر که خداوند برای شما و شما در جنت یک باغ میوه‌جات تقدیم میکنند. برادران عزیز کمتر زیخ شدیم برای وقت گپ زنی هم نمیتوانیم، بخشش اگر یکم خطا پیش شود. خدا خدمت نوار کوتاه میکنیم، کارتای تقویه میگذاریم در زیر نوار. در آخر گفتنی هم دوستان عزیز در روز قیامت الله به ما میگفته است بیمار بودم چرا دیدن نآمدی، بیمار بودم چرا دیدن نآمدی. بنده میگفته است یا الله میگفته است یا پروردگارم تو آفریدگار ما هستی، ما چه خیلی تو رو دیدن رویم. الله میگفته است بنده هم بیمار بود، بنده هم رو دیدن نرفتی. برای همه دوستان عزیز این بیماری هم خدا میدهد خدا میگیرد. همه ما مقصد این روز در همه از سر همه آمدنش ممکن دوستان عزیز. برای اول بیمارای رفته خبر گیرید، در حق بیمارا دعا کنید، در امان الله باشید تا همتون عزیز. تمام مسافر و مجاور غریبا همه در پناه الله باشید دوستان عزیز. بیمار رو خبر گرفتن سنت است دوستان عزیز. برای اول افیر رو به آخر میرسونیم دوستان عزیز. یک نوار انشاءالله میکنیم بهر شما کارت تقویه رو میگذاریم. در امان الله باشید همتون عزیز.